خب خیلی سریع بریم برای ساخت ربات، اونم با موبایل. برای ساخت ربات به این دوتا ربات نیاز دارید که بتونید باهاش ربات بسازید. یک connect your bot، دو bot fodder. برای استفاده از bot fodder میرین داخلش و گزینه استارت رو میزنید. وقتی که استارت رو زدین یه لیستی براتون میاره که همش نوشته نیو بات، کلی به انگلیسی نوشته و جلوش هم گفته که این دکمه چی کار میکنه. فقط شما باید روی اون آبیا بزنید. برای ساخت ربات نیو بات رو میزنید و از شما یک اسم میخواد. اسمی که میخواید رو وارد کنید. هر چیزی میتونه باشه، فقط نباید تکراری باشه. مثلا من به عنوان مثال می نویسم تست محمد یا همون تست خالی. وقتی که اسم خودتون رو انتخاب کردید الان باید یوزرنیم انتخاب کنید. یوزرنیم هر چیزی که میخواد باشه، فقط یوزرنیم های تکراری نباید باشه، یعنی کسی از قبل اینا رو استفاده نکرده باشه. با آخرش بات نوشته بشه، به انگلیسی بات بنویسید که مورد تایید ربات باشه، یعنی این ربات. مثلا من می‌نویسم تست محمد سیکیو بات. وقتی که زدید الان اینجا واسهتون یک کد میاد. اون کد یک جوری نوشته شده که یک بار بزنید روش کپی میشه متنتون. خب حالا دیگه با بات فودر کار نداریم و باید وارد کانکتور بات بشیم. وقتی که استارت رو زدید باید توی کانالاش عضو بشید و عضو شدن رو بزنید. وقتی که عضو شدین باید ساخت ربات رو بزنید. دقت کنید که این اگه میخواین ازش کامل استفاده کنید باید ویژه‌شو بخرید، ولی شما میتونید تا سه تا ربات رایگان داخلش بسازید. ولی من چون سه تا رو ساختم از قبل، الان باید یکیشون رو حذف کنم که بتونم یکی جدید بسازم. وقتی که حذف کردید باید ساخت ربات رو بزنید و اون توکنی که اونجا پیست کپی کرده بودید رو اینجا پیست کنید. وقتی که پیست کردید سر چند لحظه واسهتون رباتتون رو میسازه. وقتی که بهتون پیام داد رباتتون ساخته شده بزنید روش و وارد رباتتون میشین. به همین صورت رباتتون ساخته شد. حالا بهتون نشون بدم که چجوری ازش استفاده کنید و چجوری یک ربات خوب و منظم بسازید. وقتی که وارد ربات شدید پنل مدیریت رو بزنید و کلی گزینه واسهتون میاد. دکمه که میتونید واسش دکمه ایجاد کنید، مثلا ساخت ربات یا مثلا هر چیزی که دلتون خواست. آپلود فایل هم میتونید داخلش آپلود فایل کنید، مثلا اینکه فایلایی که دوست دارید رو برای کاربراتون به اشتراک بذارید. بخش آمار ربات هم آمار رباتتون رو بهت نشون میده، مثلا چه کسایی داخل ربات هستن، چه کاربرای فعالتون چقدر، ادمینا چقدر، دکمه چقدر و افراد مسئول شده چقدر و کلی قابلیت دیگه. وقتی اطلاعات گروه ها بزنید این برای مخصوص اون ربات هایی هستن که داخل گروه ها اد میشن و میتونید اطلاعات گروه رو ببینید که شاید به دردتون بخوره. ادمین ها هم که بزنید، ادمین ها میتونید از اینجا ادمین اضافه کنید تا بتونه بهتون قابلیت بیشتری بده، به ادمین ها بهتون کمک کنن و کل قابلیت دیگه. اگه که من بخوام همشون رو توضیح بدم این ویدیو حتما باید 1 ساعت 2 ساعت باشه، ولی وقتی شما راهنما رو بزنید همه قابلیت ها واسهتون میاد که میتونید با خوندن یاد بگیرید و ربات دلخواهتون رو بسازید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.